سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین. عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی طول عمر برای مقام معظم رهبری، رهبر فرزانه انقلاب و خدمتگزاران صدیق کشور و نظام و عرض تبریک این روز بزرگ، روزی که پیامبر عظیم الشأنمون به پیامبری مبعوث شد. این مسئله مهمی که از اشتراکات جامعه اسلامی جهانیمون هست، چه شیعه چه سنی، همه اتفاق نظر به کلمت الله، به قرآن و به پیامبر عزیزشون دارند. من به عنوان میزبان باید از مردم عزیز زاهدان تشکر کنم که خودشان در زیر آفتاب در خیابان‌های اطراف به عزیزان و بزرگوارانی که بر دیده ما منت گذاشتند و برای این مراسم باشکوه از جای جای کشور و خارج از کشور تشریف آورده اند، عذرخواهی کنم و تشکر ویژه داشته باشم و همچنین از عزیزان و بزرگوارانی که از مسئولین استان، خارج از استان که حضرت مولانا و عزیزانمون به گونه‌ای شاخصه های این بزرگواران را گفتند که زبان من قاصره. من هم به نوبه خودم از این عزیزان و بزرگواران تقدیر و تشکر می کنم. از حضرت شیخ الاسلام که حدود 25-26 سالی هست که در این مراسم باشکوه شرکت می کنم، بانی و باعث چنین زیرساخته‌هایی هستند که کم کم و تقریباً میتونم به ضرس قاطع اعلام کنم که عزیزان ما که قبلاً برای علوم دینی به کشورهای همسایه و سایر کشورهای اسلامی می‌رفتند، اکنون روند و حرکت برعکس شده. جای خوشحالیه. من 25 سال قبل را با امروز مقایسه می‌کنم، واقعاً جای خوشحالی داره و انتظارم داشتیم که به این مهم در مرکز کشور توجه بشه. خب ما پیشینه حوزه علمیه قم رو داریم با قریب به 1 قرن و بیشتر. در کشورهای دیگر هم داشتیم، ولی امروز علمای دین ما که از این مراکز فارغ التحصیل میشوند سرآمد کشورهای اسلامی هستند. موقعیت این مدرسه دینی و مدارس دینی که در این ایام این مناسبت‌ها رو عزیزان فراهم می‌کنند که بتوانیم به جد فکر بهتری برای این موقعیت‌ها بکنیم، خب جای تقدیر و تشکر داره. من از کلیه عزیزانی که
در قسمت انتظامات که حضرت مولانا اشاره فرمودند و عذرخواهی کردند از مهمانان گرانقدر، این مسئله خب جا داشت که یه مقداری تسهیل بشه و یه مقداری همسوتر بشه و برای این امر مشترک کلیه عزیزان اهل تشیع ما هم در این مراسم شرکت می‌کردند و فضای بزرگتری و یک جای مناسبتری در نظر گرفته می‌شد که انشاءالله این مسئله با تمهیداتی که خواهند اندیشید اتفاق بیفته. و اما در ارتباط با روز مبعث، روز برانگیختن خردهایی است، روز مبعث که در تابوت خرافه‌گرایی، هوس‌پرستی و جهل پیشگی دفن شده است. روز مبعث روز تولد عاطفه هاست، عاطفه هایی که در رقص شمشیرها زخمی میشد و در جنگ نیزه ها جان میباخت. آن روزها دخترکان معصوم به جای آغوش گرم مادر در دامان سرد خاک میخفتند. جوانان بلند قامت در جنگ جهالتها جان به بارش تیرها میدادند و زنان بیپناه در بند اسارت میزیستند. مبعث نبوی با نهضت معنوی شروع شد و انقلابی در عالم بشری ایجاد کرد که هنوز دامنه آن ادامه دارد. عزیزان که رشته و تخصصشون هست و در همین لحظاتی پیش در این مورد صحبت کردن، بنده قاصر زبانم که این موارد رو عنوان کنم. عید مبعث امسال به روایت تاریخ مصادف با شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس نیز می باشد. در پی ناکامی‌های استکبار در اعمال فشار سیاسی و اقتصادی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران که در تسخیر سفارت آمریکا بازداشت شده بودند، رئیس جمهور وقت امریکا دستور انجام عملیات آزادسازی را صادر کرد. این عملیات نهایتاً با شکست مواجه و 8 تن از نظامیان آنها در صحرای طبس به هلاکت رسیدند. متاسفانه این گونه اعمال افراد از خدا بیخبر، چه در زمان قبل از بعثت و چه در زمان بعد از آن، چه در ایام قبل از انقلاب و چه بعد از آن وجود داشته و کماکان نیز ادامه دارد. لیکن هوشیاری ملت ایران و بزرگان عصر همچنان این حیله ها را ناکام گذاشته است. با عنایت به مواردی که فوقاً خدمتتون عنوان کردم، لازم است به استحضار برسانم همانطور که گفتند در منطقه‌ای که هر سوی آن را جنگ و خونریزی فرا گرفته، علت اصلی این حوادث ناخوشایند نشأت گرفته از اختلافات مذهبی و سیاسی است و تنها سرزمینی که در این منطقه پرچمش همواره به عنوان امن‌ترین کشور به اهتزاز درآمده سرزمین ایران اسلامی ماست. در این بره اختلاف اندازی بین صفوف مستحکم ملت مسلمان ایران کاری بس جاهلانه و خلاف شرع است. این از گفته‌های حضرت مولانا، از گفته‌های بزرگانی است که در این جمع هستند و از گفته‌های مقام معظم رهبری. متاسفانه در شرایطی که شاهد اوضاع متشنج منطقه هستیم، با این حال برخی افراد بی تدبیر یک روز از رسانه ملی به صحابه رضی الله عنه و روزی دیگر از تریبون‌های تکفیری به علمای اهل سنت به طور علنی اهانت می‌کنند. متاسفانه به مثابه سنوات گذشته
و در بررسی‌های کارنامه‌های چند دهه پیش که بارها و بارها به افراد مورد احترام جامعه اهل سنت توسط افرادی اجیر شده و بی‌بصیرت از طریق شبکه‌های معاند به بزرگمردان و علمای اهل سنت ایران توهین‌هایی بس اسفناک وارد ساخته که به همین دلیل به نمایندگی از جامعه اهل سنت کشور، خاصه استان سیستان و بلوچستان و بالاخص زاهدان، هشدار می‌دهم که این افراد اساس و بنیاد حکومت مقدس اسلامی ایران را هدف و نشانه گرفتند. چرا که با هر تهمت و دروغ بی اساس و بدون پایه به دنبال هرج و مرج کشاندن جامعه و تشویش اذهان عمومی می باشند. فی الحال در برهه‌ای از زمان که اکنون ما آن را سپری می کنیم، زمان حساس انتخابات می باشد. جامعه اهل سنت با حضور حداکثری خود در تمامی انتخابات که خود مهر تأییدی بر مشروعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد، تمامی معادلات و افکار این شیطان صفتان انگلیسی را به هم ریخته و می ریزد. در اوضاعی که شعله فتنه در خاورمیانه زوزه می کشد و یاوه‌گویی‌هایی از بعضی تریبون‌های تکفیری انگلیسی و آمریکایی به صورت نابخردانه لبه تیز اتهام و افترا را متوجه شخصیت وحدت طلب و دلسوز جامعه ایرانی و شخصیت اول اهل سنت کرده و ایشان را با برچسب‌های واهی و خیالی بیشرمانه به باد انتقاد گرفته است. به عنوان نماینده‌ای از نمایندگان اهل سنت ایران بر خود لازم دانستم این عمل وقیحانه را محکوم و مجدداً تأکید می‌کنم. توهین به شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید که سجایای آن را عزیزان و بزرگواران برشمردند و تمام شما عزیزان و بزرگواران در طول 50 سال خدمت این بزرگوار به این مردم شاهد بوده اید، قابل قبول نمی باشد. هرز سرایی و گستاخی این شخص که در یکی از شبکه‌های تلویزیونی اخیراً متاسفانه عنوان کرد، در چنین برهه حساس از کشورمان دلالت بر عامل بودن این شخص از آن سوی مرزها و بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مصداق بارز شیعه انگلیسی است. لذا از همین تریبون از مسئولین وزارتخانه‌های زیربط کشوری تقاضای برخورد قاطع با این قبیل افراد اختلاف انگیز و هتاک را دارم. عذرخواهی میکنم چون به من تذکر دیشب دادن که در حد 5 دقیقه شما خیر مقدم بگید. خیر مقدم ها را حضرت مولانا فرمودند. جایگاه و موقعیت ما به گونه‌ای است که اگر دولت مردی پشت این تریبون بیاد از خدمات دولت ها خواهد گفت. اگر مجلسی بیاد باید به مسائل قانونی کشور بپردازه. من هم جایگاه مناسبی که الان گیر آوردم مختصری در گلایه‌های شما رو در این ایام ناچارم که به سمع و نظر مردم عزیزمون در مرکز برسانم. از عزیزان و نمایندگان که قصد داشتن امروز همراه ما باشن، خب دعوتنامه دیروز به دستمون رسید که امروز در حضور مقام معظم رهبری باشیم. این توفیق نصیب ما نشد چون از قبل مشخص بود و از جانب اونها از شما بزرگواران عذرخواهی میکنم. مهمان ویژه‌ای هم داشتیم از دولت، قرار شد امروز در خدمتش
این بزرگوار باشیم و مواردی رو در ارتباط با خدمات دولت بیان بکنند. باز با توجه به جلسه خاصی که در دولت اتفاق افتاد به پرواز نرسیدند و عذرخواهی کردند از جمع شما عزیزان و بزرگواران. مسئله‌ای که در پیش رو داریم مسئله انتخابات. همه‌تون میدونید، همه مسئولین کشوری میدانند که جامعه اهل سنت ایران در انتخابات همیشه علیرغم بقیه شاخص‌هایی که در توسعه داریم در این قسمت یا شاگرد ممتاز بودن یا شاگرد اول در شهرهایمان. در این مرحله هم انتظار دارم به عنوان نماینده شما این موضوع را به مراتب جدی‌تر بگیرید که بتوانیم باز هم سیلی محکمی به صورت استکبار بنوازیم. این مسئله خاص روزه و از عزیزان هم تشکر میکنم به خاطر وقتی که دادن. انشالله موارد خاص خودم را که پیگیر شدم در یکی از جلسات مشروحاً با وقت بیشتری به شما عرضه خواهم کرد. فقط این نوید را بدهم استاندار عزیز و پرتلاشمون، معاونینشون، فرماندار شهرستان که در این جمع هستند، تلاش‌های ویژه‌ای برای پسکرانه‌های بندر چابهار داشتند. راه و راه آهن براش اقدامات خوبی آقای استاندار بودجه‌های خوبی گرفته بود، ولی برای راه موفق نشدیم تا اینکه 3 روز قبل کمیسیون 215 بزرگراه چابهار زاهدان به سایر مناطق عکس شد و انشالله در بودجه امسال قرار خواهد گرفت تا ما شاهد این تصادفات در این مسیر نباشیم و بارهایی که قرار هست با ظرفیت 8.5 میلیون تن کالا عنقریب در اونجا تخلیه و بارگیری بشه، بتونه روی محورها به کشورهای قابل مصرف و مورد استفادهشون قرار بگیره و از این قبل ما بتونیم به بودجه عمومی مملکت اضافه کنیم. خب انتظار ما البته از کلیه دولت ها هم این بود که به این استان همونطوری که حضرت مولانا نذیر احمد در خصوص خاورمیانه در خصوص جایگاه ایران مواردی رو عنوان فرمودند، جناب آقای استاندار در جلسات متعددی که خودم حضور داشتم یا از رسانه‌ها شنیدم جایگاه این استان را به صورت ویژه ترسیم کردند، ولی من احساس می‌کنم که هنوز گرد و غبارهایی بر روی نقشه استان سیستان و بلوچستان هست. ولی انتظارم از دولت مردان بیشتره. جای اون نیست که مقام معظم رهبری آستین رو بالا بزنه و توسعه سواحل مکران از قسمت جنوبی را به صورت ویژه‌ای غبارروبی کنن و به دنیا و به کشور ایران معرفی کنن جایگاهشو که از این ظرفیت انشالله و از ظرفیت این استان در آینده بتوانیم به جای بودجه نفت استفاده کنیم و نیازی به نفتمون و صادرات نفتیمون جز برای مصارف داخل کشور نداشته باشیم. به من اعلام فرمودن وقت تمامه. من اعلام میکنم مردم ما همونطوری که حضرت آیت الله فرمودند مردمی صبور، مردمی کم نظیر و همیشه گوش به اذن رهبر و چشم به راه تحقق عدالت و احقاق حقوق حقشان در چارچوب قانون اساسی هستند و از همه مهمتر خواسته این مردم تنها این است: ما هم ایرانی هستیم
ما را مانند سایر هموطنان ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.